نماز اهل سنت درست است یا نماز شیعه درست است. من بارها گفتم شیعیان واقعی اهل بیت اهل سنت هستند. شیعیان واقعی اهل بیت، اگر شیعه به معنی پیرو باشد، شیعیان واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل سنت هستند، یعنی ما هستیم. تعداد روایاتی رو که ما از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، خاصتا از علی و حسن و حسین و فاطمه رضی الله تعالی عنهم اجمعین و امام باقر و امام جعفر صادق، اینها در کتاب‌های خودمون، در کتاب‌های احادیث اهل سنت خیلی بیشتر از احادیثی است که شیعیان دارن. و بیشترین روایاتی را که اونها از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتاباشون روایت میکنن، دروغایی است که کسانی به نام شاگردان ائمه اهل بیت به اونها بستن. یکی از نشانه های اسلام و مسلمانی نماز هست، یعنی یک مسلمان با نماز شناخته میشه. مسجد نمادی از اسلام است. در هر جایی که شما برید وارد بشید، شاید یک مسلمان روسی رو از چهره شما نشناسید، یک مسلمان آمریکایی رو از چهره نشناسید، یک مسلمان چینی رو از چهرهش نشناسید، اما به مجرد اینکه جای یک مناره و گلدسته یک مسجدی رو میبینید، تنها چیزی که به ذهنتون خطور میکنه میگید که اینجا مسلمانان زندگی میکنن، به این مسجد است. مسجد و نماز یکی از نمادهای دین مبین اسلام است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، از اول قرآن که شما شروع بکنید، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، در جای جای قرآن نماز ذکر میشه. نماز ستون دین است، نماز قله دین است، نماز یکی از ارکان اساسی دین است. نماز رو رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اولین پرسش که میشه، اولین حساب کتاب میشه، نماز طرف میشه. اگر نمازش قبول شد، نمازش درست بود، بقیه اعمالش حساب کتاب میشه. اگر نمازش درست نبود، دیگه نیاز به حساب کتاب نداره. این نماز فصل الخطاب هست. و مهمترین رکن از ارکان دین مبین اسلام تقریبا میشه در نزد شیعه و سنی همه امت اسلامی نماز محسوب میشه. ما در همین نماز، همین چیزی که به اصطلاح رایج است در بین همه مسلمان ها، پیرو واقعی یا شیعه واقعی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ما هستیم، اهل سنت. شیعیان ادعا میکنن که پیرو علی هستن، شیعه علی هستن، اما در همین نماز که به اصطلاح یکی از ارکان مهم دین مبین اسلام هست و مسلمانان به وسیله نمازشون شناخته میشن در سراسر دنیا، از علی رضی الله تعالی عنه پیروی نمیکنن، بلکه خلاف دستور و فرمان سیدنا علی عمل میکنن. دلیلمون چی است؟ دلیلمون صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی ابو داود نیست. دلیلمون نهج البلاغه، یکی از صحیح ترین کتاب های شیعیان که بهش میگن اخت القرآن، یعنی خواهر قرآن، یعنی بعد از قرآن نهج البلاغه مهمترین کتاب در نزد شیعیان محسوب میشه. بریم سری به نهج البلاغه بزنیم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد نماز چی میگن. شما اگر در مناطق شیعه نشین زندگی کرده باشید، میدونید که روزانه 3 بار اذان میدن و 3 بار نماز میخونن. نماز صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشا. حتی همین اسماش هم که ببینید میگه نماز ظهر و عصر، اما با ظهر یک جا میخونن. میگه نماز مغرب و عشا، اما با مغرب یک جا میخونن. یک نوع فریبکاری، یعنی الله سبحانه و تعالی رو فریب دادن، مسلمان ها رو فریب دادن. بعد میگن ما مسلمانیم، 5 وقت نماز میخونیم، در حالی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. موقوتا یعنی چی؟ در اوقات معین، در اوقات تعیین شده بر شما فرض شده است. اوقاتش مشخص است. این کتاب نهج البلاغه است. ما هم چاپش نکردیم، وهابی‌ها و نمیدونم اهل سنت و حنفی‌ها و شافعی و مالکی و حنبلی چاپ نکرده، خود شیعیان چاپ کردن. دوستان نشون بدن. نهج البلاغه امام علی، ترجمه محمد دشتی، اینم شناسنامش، در خود ایران چاپ شده. اینم نامه 52
نهج البلاغه و اینم ترجمهش رو میخونم که وقت برنامه گرفته نشه. نامه به فرمانداران شهرها درباره وقت نماز. سیدنا علی وقتی که به خلافت منصوب شد و به اصطلاح حاکم کل جهان اسلام شد، نامه ای نوشت برای همه فرماندارها، مثل یک دستورالعمل دولتی، مثل یک فرمان ریاست جمهوری و یک فرمان پادشاهی از خلیفه مسلمانها علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. چه می‌فرماید؟ پس از یاد خدا و درود نماز ظهر را با مردم وقتی بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته است. یعنی آفتاب از وسط آسمان یک کمی به طرف مغرب رفته است، سایه آن به اندازه دیوار آغل بز گسترده شود. و نماز عصر را با مردم هنگامی بخوانید که خورشید سفید است و جلوه دارد. یعنی خورشید هنوز غروب نکرده، سفید است و جلوه دارد. ببینید خیلی دقیق، یعنی اون موقع مثلا ساعت نبود، آیفون و تلفن و فلان نبود که دقیق ساعتش رو بگه، اما چطور با علامات سیدنا علی داره بیان میکنه. و پاره ای از روز مانده که تا غروب میتوان 2 فرسخ راه را پیمود. و نماز مغرب را با مردم زمانی بخوانید که روزدار افطار و حاجی از طرف عرفات به سوی منی کوچ میکند. سبحان الله، چقدر دقیق اوقات رو بیان میکنه. روزه رو که افطار میکنی؟ با اذان مغرب. حاجی از عرفات کی به طرف منی حرکت میکنه و به طرف مزدلفه حرکت میکنه؟ با اذان مغرب. و نماز عشا را با مردم وقتی بخوانید که شفق پنهان و 1/3 از شب بگذرد. یعنی اگر شب 9 ساعت باشه، بعد از غروب آفتاب 3 ساعت که گذشت نماز عشا رو باید خوند. و نماز صبح را با مردم هنگامی بخوانید که شخص چهره همراه خویش را بشناسد و نماز جماعت را در حد ناتوان آنها بگذارید و فتنگر مباشید. خب دوستان عزیز، من هیچی نمیگم. الان شما در جهان اسلام اهل سنت شیعه علی هستند یا کسانی که امروز ادعا میکنن که شیعه علی هستند اونها از علی پیروی میکنن؟ کی از علی پیروی میکنه؟ مگر شیعه بودن، محبت غیر از پیروی است؟ الله متعال میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر که واقعا شما به الله محبت دارید، الله رو دوست دارید، از من محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید. یا در عربی یک مسئله است، میگن که ان المحب لمن یحب مطاع. کسی که کسی رو دوست دارد از او اطاعت میکند. پس این دوستی اهل بیت، این شیعه بودن اهل بیت، وقتی که از سید و سردار اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب حیدر کرار، وقتی که شما پیروی نمی کنید، چرا خودتون رو میگید که شیعه علی هستی؟ خب شاید بگن این نامه 52 همینطوری حالا جنی، شیطانی، افریتی چیزی آورده وسط نهج البلاغه انداخته و هزار یک عیب و ایراد براش بکشن. اوکی، مشکل نیست، میریم سراغ نامه 27 نهج البلاغه. دوستان عزیز، این نهج البلاغه است، اینم شناسنامه‌اش، اینم نامه 27. بله. در نامه 27 در قسمت اخلاق مدیران اجرایی در اینجا چی میگه؟ نماز را در وقت خودش بجایار، نه اینکه در بیکاری زودتر از وقتش بخوانی و به هنگام درگیری و کار آن را تأخیر بیندازی و بدان که تمام کردار خوبت در گرو نماز است. امروز با خیلی اشکایان که بحث میکنی چی میگه؟ والله مردم دیگه نمیتونن که الله اکبر برو مسجد نماز بخون، الله اکبر برو مسجد نماز بخون. کار داریم، زندگی داریم. که انه سیدنا علی حال شیعیان دروغینش رو در قرن 21 دیده و داره بهشون میگه که نماز را در وقت خودش بجایار، نه اینکه در بیکاری زودتر از وقتش بخوانی و به انگام درگیری و کار آن را تأخیر بیندازی و بدان که تمام کردار خوبت در گرو نماز است. سبحان الله. تشکر میکنم دوستان عزیز.
خب اینم شاید یک بهانه براش در بیارن. میریم سراغ خطبه 199، خطبه عبادی سیاسی اعتقادی. چی میگه؟ در اول خطبه است: مردم، خواندن و اقامه نماز را بر عهده گیرید و آن را حفظ کنید. زیاد نماز بخوانید و با نماز خود را به خدا نزدیک کنید. نماز دستوری است که در وقت‌های خاص بر مؤمنان واجب گردیده است. ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آیه قرآن رو میخونه سیدنا علی رضی الله عنه. نماز دستوری است که در وقت‌های خاص بر مؤمنان واجب گردیده است. این از این. تشکر میکنم دوستان عزیز. این همین مسئله در وسایل شیعه در کتب دیگر شیعیان اومده است و یکی از علمای شیعیان در کتاب من لا یحضر الفقیه در صفحه 443 حدیث شماره 899 امام صادق چی میگه؟ با اذان این جماعت، یعنی اهل سنت، خودشون هم نوشتن یعنی اهل سنت، نماز جمعه بخوان، زیرا ایشان بیش از همه مواظب وقت نماز هستند. یعنی سعی فراوان به کار میبرند تا نماز را در اول وقت مقرر بخوانند و در تشخیص دخول وقت ماهرند. سبحان الله. در روی یک مثلی هست در واسه میگن الفضل ما شهد به اعداء. میگه فضیلت واقعی، تعریف واقعی آن است که دشمن اعتراف بکنه که این فضیلت در شما وجود دارد. تشکر میکنم من دوستان عزیز. بر صورت این در مورد اوقات نماز و دوست عزیزمون که فرموده بودن که نماز کی، شما فقط این اوقات نماز رو من بیان کردم. در مسائل وضو، در مسائل غسل، در مسائل قرائت، در مسائل ارکان نماز، در همه اینها که ببینید اهل سنت نزدیکترین شیعیان سیدنا علی و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. دیگه نمیخواد دنبال فرق دیگری بگردید. به عنوان یک شیعه برید مسجد شیعیان هم وارد بشید و مسجد اهل سنت هم وارد بشید. خداییش در کدوم یک از این مساجد شما احساس روحانیت، احساس نزدیکی به الله سبحانه و تعالی، احساس آرامش و سکون رو در خودتون احساس میکنید.